با سلام خدمت شما دوستان عزیز. اینجا هم آموزش فکشن بزرگ سوات. منم محمد مهدی هم اومدیم اینجا آموزش خیلی خوب براتون بذاریم. لایک و ساب یادتون نره. با تشکر. خوب براتون بگم که الان اینجا که میبینین، خب اینجا در اصلی، خب یه نفر اینجا وای میسته، یه نفرم اینجا. نگاه اینجا. بعد دیگه اینجا هم برجک ای. نگاه ای. اینجا برجک ایه. بعد دیگه مثلا شما میتونید تو چت آر، نگاه تو چت آر ای شد آر، اینجا بگین 10-24 برجک ای، اینطوری بگین. خب اینجا نگاه کنید، اینجا برجک ای، اینجا برجک ایه. خب الان من میخوام کل فکشن براتون آموزش بدم. بعد دیگه تایم کاری ممبر 1.5 ساعت. تایم کاری ساب 2.5 ساعت. تایم کاری دیز 2 ساعت. نگاه الان برجک بی گفت 10-24. اینجا جای هلیکوپتر است، همون ماوری چیه؟ اینجا جای ماشین های گشتیه، چون که من پک زدم دیگه. اینجا یه ماشین دیگه هستی. خب رسیدیم به اینجا من که پک زدم این ماشین FBI رنچر. خب شما با این میرین مجرمگیری، تامین امنیت جای، مثلا LG دیگه. LG کجاست؟ LG جای باربری GT AFC ناوی به LSPD SFPD اینا. LFPD چیه؟ LFPD اونم هست ولی الان آفه با SFMC چیه؟ SFMC و LMC. اینجا تانک سوات چیه؟ فکر کنم تانک سواته. بس نگاه کنم سوارشم به تانک سوات فکر کنم. نه اسمش کامل سوات. خب اینجا هم جای اینفر است. اینفر برای چیه؟ تامین امنیت است. خب تامین امنیت، مجرم گیری دیگه براتون بگم تامینا. اینم که اصلا اجازه نداریم، نه ممبر نه دیس با اجازه میتونی ولی ممبر نه بدون اجازه. کامل اصلا از اینا هیچ استفاده نمیشه. اینا فقط همینجا اسمش هم فکر کنم یه چیزی بود، تراک سوات، تراک پلیس LSPD چی. بس نگاه کنم اسمش چیه. انفورکر. عالی. خب این هم ماشین گشتزنی. نگاه این ماشین الان گشتزنیه، اسمش هم پلیس رنچره. خب با این میرن گشتزنی و این چیزا. چون که من الان پک زدم یه چیز دیگه هستیم. خب میرسیم به این بخش مخفی. اینجا جای آموزشات رزمی. اینجا یه چیزایی میذارن که شما مثلا نگاه از اینجا باید بپرین. بسین نمیشه اینجا. شما باید برین بالای این یه کارهای انجام بدین. خب اینجا باید شما نگاه، اینجا جای آموزش های رزمی. اینطور بپرین نگاه اینطور بپرین. بعد اینجا که میان باید از اینجا بپرین، بعد دوباره بیان از اینجا برین. اینجا هم دیگه. خب میرسیم به بخش اساس. اینجا انرژی ها هستن، تامین امنیت، همه کار از اینا استفاده میشه، دفع راب، تامین امنیت، همه چی. بعد دیگه میریم اینجا که هیچی نداره. نمیدونم چی اینجا.
دوستان لایک و ساب یادتون نره دیگه. اینا هم تانک سوات فکر کنم همین هست. تانک سوات فکر کنم همینه. نه اف یا تراکه. ای خب میریم سراغ برجک بعد. اینجا براتون بگم که تایم لیدر من که نمیدونم چنده. تا حالا لیدر اینجا نبودم، فقط ممبری بلدم با ساری و دیسی. چون که من یه بار اینجا دیس بودم فصل پیش نیم فصل پیش بود فکر کنم، فصل پیش نبود. بعد براتون بگم که دیگه اینجا ساب من به میگفت مثلا چند ساعت با تایم بیدیم برای سابا. دیسی که 2 ساعته، ممبری هم 1 ساعت و نیم. اینجا هم اسمش برجک بی. اینجا مثلا شما میزنین -2/R میزنین R 1024 ای خدا 1024 برجک بی. اینو تو چت آر میدی. خب بعد براتون بگم که اینجا شما اگه تو تیس نباشین وارن میگیرین. اگه شما 3 وارن بگیرین از اینجا کیک میشین دیگه. کیک شین همون دیموت. خب بعد میریم بلک لیست. بلک لیست دائم نه، بلک لیست موقت، مثلا 6 سیزن یا 6 یا 5 نمیدونم. سیزن چیه؟ سیزن همون فصله. مثلا 6 فصل شما میتونید چی دیگه نمیتونید عضو فکشنی بشین. با تشکر از شما. بنده محمد مهدی، لایک و سابیتون نره، مخلصیم. خدا حافظ.